أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این ریباخوری می باشد. رشوه‌خوری، پاره‌خوری، پرستنگری، فایز گرفتن، که این را ریبا و رشوه می گویند. الله در سوره بقره در آیه 275 میگوید که الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله میگوید کسانی که در این دنیا ریبا میخورند، رشوه میخورند، پاره میخورند، در روز قیامت مثل دیوانه میخیزند. شیطان آنها را دیوانه کرده است، چون که آنها گفتند که ریبا خوردن مثل خرید و فروش است. در خرید و فروش هم نیست فایده میکنی، در ریبا نیست فایده میکنی. اما این طور نیست. الله میگوید و احل الله البیع و حرم الربا. خرید و فروش را الله حلال گردانده است، اما ریبا را حرام گردانده است. این پرستنخورا دانسته مونند که در روز قیامت وقتی که مردم را الله زنده میگرداند دیوانه میخیزند، گیجا میروند، نمیدانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از گناهان کبیره را گفتند که این خوردن ریبا می باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که در شب معراج دیدم که شخصانی را که شکمهایشان مثل خانه است، آنها از مال حرام خوردن اینقدر وزمین شد که وقتی که از جا بلند میشوند همان زمان میافتند. و اینچنین پیامبر میگویند که من در شب معراج دیدم که در سرم یک رعد و برقی شد. دیدم که یک مردی رو شکمش مثل شکمی خانه بود که در دون شکمش مار و کژدم بسیار شده است. ببینید ریباخورا در روز قیامت چه احوالشان میشوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که کدام دیاری که مردمش ریباخوری بسیار شده است، در همان دیار و همان شخص ریباخور دیوانه ها بسیار می شوند. و اینچنین در دیگر حدیث ها، در دیگر آثار ها آمده است که ریباخور مثل سگ و مثل خوک زنده می شود. متکبرا مثل مرچه حجمشان میده می شود، کوچک می شود. برای همین در حدیث ها تهدید آمده است ای ریباخوراه، ای کسانی که ریبا میخورید، کسایی که فتوا میتین که فایز گرفتن ممکن است، ریبا رو صدقه کردن ممکن است و ثواب و اجر دارد. نه، باید آن مال هایی که شما به بانک میگذارید، شما به ریباخوران یاری میکنید و آن پرسنتی که میتید شما در نزد الله ریباخور شماریده میشوید. در یگان کتاب قرآن و سنت یا آثار پیامبر یگان دلیل نیست که برای ریبا خوردن و ریبا دادن و فایز گرفتن و دیگر چیزها. باید از الله بترسید. ای شخصایی که فتوا میدهید برای ریبا خوردن، از الله بترسید. آن عالمانی که بعضی اجتهاد کردند و در اجتهادشان خطا کردند، آنها اجر گرفتند، اما شما درجه اجتهاد عالم ها برفته نرسیدید که بر شما به کسی فتوا بدهید. برای همین درهای ریبا بسیار می باشد. 70 درهای ریبا می باشد. پیام و حسن بصری و دیگر شخصان عالی میگویند که عبدالله ابن مسعود وقتی که به کسی تو قرض دادی، سپس بر تو یک هدیه داد، حالی قرض را نپرداخته است، بر تو هدیه داد، این هدیهش مثل ریبا می شود. برای چی بر تو هدیه داد؟ چون که تا که تو قرضش را قرضی که داده هستی طلب نکنی،
بدتر طلب بکنی. و اینچنین حسن رحمه الله، حسن بصری میگویند که اگر تو در خانه ای که به کسی قرض داده ای، میگویند اگر در خانهش چیزی بخوری این حرام است. میگویند ببینید چقدر عالم ها به نازکی چیزها نظر میکنند. عبدالله ابن مسعود میگویند که کسی را تو دستگیری کردی، حمایه کردی، به خاطر الله از دست ظالم خلاص کردی، سپس بر تو هدیه داد، تو بدان که این هدیه حرام برای تو می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن و من شفع لرجل شفاعة فأهدی له علیه فقبلها فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا. شفاعت باید ما، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که برای الله برادرت را یاری بکن و حمایه بکن، از دست ظالم خلاص بکن. اگر تو شفاعت کردی، بر تو هدیه داد، تو دری از درهای ریبا رو جسته ای. برای من ریباخوران از الله باید بترزند. ریبا حرام است. الله میگوید در قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید از الله بترسید و آن ریباها را کناره بکنید. اگر شما مؤمن باشید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر شمایان این کار را نکردید یقین بدانید که به الله و رسول شما جنگ اعلان کردید. چه کسی جرأتی به الله و رسول جنگ اعلان کردن دارد؟ کسی جرأت نکرده است. در روز قیامت برای ریباخور گفته می شود جفشنت را بپوش، شمشیرت را بگیر، جنگ بکن. او میگوید من چگونه بر تو جنگ میکنم ای الله؟ الله میگوید که در دنیا بر من جنگ اعلان کردی با این ریباخوریت. برای این برادرها از ریبا بترسیم و آن ریباهایی که گرفته ایم به صاحبش برگردانیم و آن مالهایی که به فایز ریبا میبیارد آنها را کناره بکنیم، مبلغهایمان را بگیریم تا که یاری ریباخوران و از ریباخوران نباشیم. پیامبر لعنت کردند کسی که ریبا میخورد و ریبا میدهد و بر ریباخور یاری میکند. این بود درباره ریبا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.